از حکیمی شنیدم که پودر زنیان و گردو تمام رگ‌های بسته بدن را باز میکنه. همچنین شنیدم اونایی که مشکل کلیه دارن دیالیز میشن، اگه به طور مرتب از پودر زنیان و گردو استفاده کنن، مشکل کلیهشان برطرف میشه، از دیالیز نجات پیدا میکنن. همچنین تنگی نفس را هم برطرف میکنه. خانم 48 ساله موقع راه رفتن نفسش بند میومد و تنگی نفس داشت. حدود 2 ماه مرتب هر شب موقع خواب یک قاشق چای خوری پودر زنیان و گردو با یه لیوان آب ولر میخورد که مشکل تنگی نفسش به طور کامل رفع گردید. خور و پف هنگام خواب نیز از بین رفت. دستور چنینه که زنیان و گردو به مقدار برابر پودر کرده و قاطی نموده در یک ظرف ریخته در یخچال میذاریم. شب موقع خواب یک قاشق چای خوری از آن پودر با 1 لیوان آب ولرم خورده شود. در ضمن دستور برای وزوز گوش و صداهای مبهم سر نیز جواب داده است. صبحا با یک حالت سبکی و سرحالی فرد از خواب بیدار میشه. فایده های زیادی دیگری هم داره که انجام دهندش خود متوجه اون خواهد شد.